خیلی خوب. سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که این چند تا نکته رو شماها رعایت کرده باشید و 5 دقیقه فکر کرده باشید در رابطش. خب امیدوارم که انشاءالله همین موضوعا پیش بیاد. خیلی خوب. میریم سراغ ادامه برنامه. گفتم چون که تایم ویدیو بالاست ممکنه وقت دیر آپلود بشه و اینا خیلی هم سرتون درد نیارم. خب یا مثلا واتساپ خیلی گگی بگیر و اینا، چون واتساپ مثل یوتیوب نیست. خب خیلی سرتون درد نیارم. حالا قسمت دوم این ماجرا هست. هنوز ماجرا ادامه داره. ویدیومون ادامه داره. خب نگاه کنید. قول میدم داخل ویدیو کم خلاصه ترش کنم، جمع و جورتر باشه، خیلی سرتون در نیاد. خب نگاه کنید. مدرسه، خب مدرسه کاری که نکته‌ای که انجام نمیده و کار بدی که انجام میده این هست که هر فردی رو خب ثبت نام میکنه با هر اخلاق و هر رفتاری. من بهتون بگم 90% مدرسه ها همین جوری، 90% مدرسه ها همین جوری هست. خب ظاهرا هم دوستان تظاهر میکنن که نه ما هر کسی رو هر جای راه نمیدیم، هر کسی رو هر کاری نمیکنیم، مگه شهر هرته فلان، اما این کار رو انجام میدن، اصل کاری رو انجام میدن. خب اصل کار انجام میشه، همین اصل کاری انجام میدن. خب شما میبینید تو مدرسه بچه بی فرهنگ هست، با فرهنگ هم هست. دکتر رو میذارن کنار منگول، با فرهنگ رو میذارن کنار دهاتی. خب هر کسی رو هر جایی رو راه میدن دیگه، ثبت نام میکنن. مخصوصا مدارسی که حالا چی هستن؟ دولتی هستن. خب مدارس دولتی، نه غیر انتفاعی، مدارس دولتی. خب مهد کودک های دولتی. خب که حالا پول کمتری رو میگیرن نسبت به غیر انتفاعی. غیر انتفاعی پولشون خیلی زیاده. خب و چون که پول کمتری میگیرن اینا خب میل پیدا میکنن به مدارس دولتی، به مدارس دولتی. خب که دولت هزینه میکنه. خب و چون که کمتر میگیرن، خب بچه ها هر کسی میاد داخل این مدرسه ثبت نام میکنه. خب هر کسی میاد داخل این مدرسه و مدارس ثبت نام میکنه. خب به خاطر چی؟ به خاطر هزینه کم. خب حالا آقا جون یکی خونش نزدیکه، آقا جون مثلا ما یک بچه رو اسمش امیره. ما دوستان فرض بگیریم که این امیر میخواد بره چیکار کنه؟ مدرسه. یه نوجوانه میخواد بره مدرسه ثبت نام کنه. خب پدر مادر امیر نگاه میکنن. خب میگن آقا جون کدوم مدرسه نزدیکترمونه؟ خب اول پدر مادر رو اولین راهی که نگاه میکنن راه مدرسه هست. خب راه مدرسه هست، راه رفت و آمد بچه‌شون یه وقت سنگدل نشه، بد نشه. خب خیلی حساس هستن. خب درسته، حساس هستن، پدر مادرها حساس هستن. خب روی راه، خب و روی چی و روی هزینه. خب و روی روی مدرسه خوب با فرهنگ. خب اینا فکرشون همینه پدر مادرها. خب اما اصل کاری یادشون میرن آقا جون. خب آقا جون اینا میان یه مدرسه رو پیدا میکنن. خب به نام مدرسه مثلا دبیرستان شریف. خب آجا اینا پیدا میکنن، میرن تو مدرسه گشت میزنن، مدیر و معاونم بهشون میگن اینجا مدرسه خوبیه، چه با فرهنگ فلانه. اما اینا بیشتر اون قضیه و فرهنگ دقت نمیکنن. خب شاید دوستان گلومم خشک شد بس که با شما حرف زدم. خب من با اجازهتون یه لحظه ویدیو رو استاپ کنم، برم یه آب بخورم بیام. خب
ما رفتیم یه گلوی تازه کردیم، امیدوارم که شما هم رفته باشین یه گلوی استراحتی کرده باشین. ما رفتیم یه گلوی رو تازه کردیم، ویدیو رو هم استوب کردیم که خیلی تایم ویدیو زیاد نشه، تایم اضافی نخوره. خیلی خوب. مسئله که بود، خب نگاه کنید، اگر پدر مادرها اولیاء مدرسه، خب اولیاء آقا جون اولیاء، اگر به موضوع، خب نگاه ما بیایم یه جدولی بکشیم برای که بهتر متوجه بشی، از ماژیک سیاه هم استفاده کنیم. اگر جوهر داشته باشه، بله خداست. آقا جون نگاه کنین، ما یک جدولی رو رسم میکنیم. خب آقا جون نگاه کنید، اگر پدر و مادر خب به خب فرهنگ خب مدرسه به نظر میاد که مثلا 100% توجه شده، خب اما در واقع طوری نیست. اینها بیشتر به راه، خب به راه، بذارید من اینجوری براتون بکشم، راه مدرسه که نزدیک باشه یا دور، هزینه خب هزینه، اینم چیه؟ امنیت و فرهنگ. ما اسمش میکنیمش نماد فرهنگ. خب این سه تا راه و هزینه و فرهنگ مدرسه است. اگر به خب راه، خب در واقع اینا به راه، خب به راه مسیر مدرسه 80% الی 70% الی 70% توجه دارن. خب و به هزینه مدرسه شاید بهتون بگم 92% به هزینه مدرسه پدر مادرها توجه دارن و به فرهنگ مدرسه متاسفانه به فرهنگ مدرسه خب حدود 30%، نهایت 30%، خب کمش 10%، متوسطش 20% توجه دارن. چرا؟ چون که ما الان وضع اقتصادی هستیم، وضع اقتصادی خرابه این روزا، مردم فکر پولشون هستن. خب خب و بیشتر خیلی به فرهنگ و اینا توجه نمیکنه. میگه خب بچه‌ها میخواد بره مدرسه یه درسی بخونه دیگه، خب نهایتش یه دیپلمی بگیره، نهایتش بچه‌ها میخواد بره یه دیپلمی بگیره دیگه، چیکار میخواد بگه بره بکنه؟ یه دیپلم دیگه تهش. خب پس ما بریم واسه که راهش نزدیک باشه، ارزون باشه. آقا جون بچه رو ثبت نام بکنی، بره دیگه، بره خودش درسش بخونه. اما در واقع طوری نیست دوستان عزیز، این اشتباه رو نکنید. مدارس، خب همون مدارسی که کم میگیرن، کم از این مدرسه دولتی، تو مدرسه دولتی هم این اشتباه ها بسیار 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 زیاده. خب اینا میان هر قشری رو به خاطر پول ثبت نام میکنن، درسته؟ خب درسته مدارس دولتی پولشون و هزینه ساختشون دولت میده، یعنی دولت ساخته، اما هزینه و شهریه مدرسه رو با والدین بدن. خب و چون که هزینه و شهریهش کمه و یه درصدی کمی از والدین میگیرن، هر قشری میان تو این مدرسه، هر قشری رو وارد این مدرسه میکنن، چه آدم خوب، چه ایکس، چه ایگرگ، چه دهاتی، هر چیزی وارد این مدرسه میکنن. خب حالا آقا جون امیر شما که وارد این مدرسه میشه، امیر آقا جون وارد این مدرسه میشه، خب وارد محیط میشه، خب محیط چون وارد محیط این مدرسه میشه، خب میره دنبال دوست میگرده که نمیفهمه که هر قشری اومدن اینجا، میره دنبال دوست میگرده، در جستجوی دوست. خب نم علامت جستجوه، در جستجوی دوست میگرده امیر. خب آقا جون یه بچه آقا جون
که خانوادهش درست نیستن یا آدم ناسالم میاد چطور میشه با این دوست میشه، اینم نمیدونه، با هم حرف میزنن، این ابراز همدردی میکنه، بعد اینا با هم دیگه بعد از مدتی میشن صمیمی. خب حالا این فرد، خب فردی که ناسالم هست، خب حالا برای چی ناسالمه آقا جون؟ حالا برای که از قضیه‌مون دور نشیم میگیم این فرد معتادیه، اما به ایشون نمیگه که من معتادم. صمیمی که میشن بهش میگه و کم 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 این به این میگه دوست داری بکشی، دوست نداری بکشی، فلان 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 فلان. حالا دوستان این قضیه رو بگذارین گوشه ذهنتون. خب این قضیه یک بزن گوشه ذهنتون جدا باشه، آب بخوره. خب این بچه قبلش چطور میشه؟ خب نگاه کنید، نظام آموزش و پرورش متاسفانه تو کشور ما از اول مهد کودک، خب از مهد کودک تا آقا جون دبیرستان، خب از مهد کودک تا دبیرستان چی کار میکنه؟ از مهد کودک تا دبیرستان یه الگوریتمی رو پیش میبره، الگوریتم پادگان نظامی، پادگان نظامی رو پیش میبره. خب الان براتون با مثال بهتون ثابت میکنم که آقا جون نگین، خب ثابت کن، من ثابت میکنم بهتون. از مهد کودک شما بگیر بچه رو، باید مثلا آقا جون مهد کودک کم بچه مثلا میاد میره مهد کودک، خب آقا جون مهد کودک یا مدرسه، اصلا بذار ما مدرسه رو مثال بزنیم. خب بچه میره مدرسه ساعت 7 صبح. خب اینها فکر یه ساعت 7 صبح برای ابتدای 8. خب 8 هم میشه 7، اصلا فرقی نداره. حالا ما فکر این ابتدایی ها بکنیم. خب مدرسه ابتدایی ساعت 7 یه آلارمی اومد. نگاه کن مدرسه ابتدایی ساعت 7 صبح شروع میشه. خب اینا فکر این نمی کنن، یک ذره فکر نمی کنن که الان نگاه کنید بچه ابتدایی خب الان نیاز به خواب داره، بچه است، برای رشد نیاز به خواب داره. خب نیاز به خواب داره. خب این بچه نیاز به خواب داره، نیاز داره که بخوابه، نیاز داره استراحت. این بچه است. خب اینا میگن ساعت 7 صبح با پاشی بیای. خب این بچه رو حالا ما کاری نداریم. خب بعضیا میگن ساعت 9 میخوابه 7 بلند میشه. خب ما اگر قرار باشه اینجوری باشه، خب بچه 3 ساله هم خب 9 بخوابه 7 صبح بیدار شه. 4 ساله 5 ساله هم همینجوریه. خب این بچه نیاز داره، حالا ما کاری به این موضوع نداریم. خب این الگوریتم ساعت 7 صبح بچه باید بیاد. بعد آقا جون دیر رسید. خب این بچه همجور بهش استراب وارد میشه. هی مثلا پدرم میگه پاشو صبحانه بخور، نمیدونم پاشو. آقا جون از خواب که بلند میشه، به جایی که مثلا با خوشحالی و با شادی و با حالا به قول معروف با مهربانی بچه رو بدرقه کنن به مدرسه، آقا جون بچه باید صبحانه بخوره، پاشو صبحانه بخور، صبحانه بخور، یالا سریع تو 2 دقیقه، تو 1 دقیقه صبحانه باید بخوره، تو 1 دقیقه صبحانه بخوره. لباس سریع زودی باش، آقا جون صبحانه تو بخور، سریع زودی باش، لباس تو پوش، الان مدرسه دیر میشه، لباست بپوش، کیف، خب تمام دفتر همه چیزو باید جمع کنه. تو این حین حال هم پدر و مادر هی بهش کلنجار میرن. خب
یالا 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 یالا. این بچه ابتدایی یالا یالا یالا، همین استراب ها بهش وارد میشه. اینها یعنی استراب. پاشو صبحانه بخور، یالا یالا الان مدرسه دیر شد، یالا یالا لباس تو پوش، یالا یالا کیف تو پوش، صادقه. و این یعنی استراب. مغز بچه دچار استراب میشه. حالا ادامه موضوع بگیریم. ادامه موضوع هست، از موضوع دور نشیم. آقا جون بچه وارد مدرسه میشه. خب بچه وارد مدرسه میشه. وارد که میشه، آقا جون سر صف صبحگاه رژه باید بره. خب صف صبحگاه آقا جون خبرداد و فلان و فلان و فلان و فلان و ورزش صبحگاهی اینا، ولی ورزش صبحگاهی مفیده برای بدن. باید بچه ها انجام بدن که حتما ورزش صبحگاهیشون باید حتما انجام بدن و جزء مهمات باید باشه. خب باید آقا جون پاشن برن ورزش کنن، فلان کنن. خب حالا یکی هست زود میرسه تمام کارا رو انجام میده، یکی هست آقا جون این مورد اولی، یکی هست چیکار میکنه؟ دیر میرسه. آقا جون دیر میرسه. این باید 100 تا جواب. خب این فردی که دیر رسیده، فرد شماره اولی گوشه ذهنتون نگه دارین، نگاه کنید. فرد شماره دومی دیر رسید، باید 100 تا جواب آقا جون به مدیر و معاون و معلم و فلان و فلان و فلان بگیره، بره سر کلاس. خب اینا که اصلا بهش نامه نمیدن، اصلا هیچی نمیگن که باید نامه بگیری. میره سر کلاس، وقتی میره سر کلاس معلم دوباره میفرستتش پایین، میگه برو نامه بگیر بیار، من سر کلاسم راد نمیدم. حالا من از این معلم یه سوال دارم، آخه این چه کلاس درسیه؟ دوست عزیز، معلم گرامی، احترامت واجبه ها، ولی آخه این چه کلاسیه که بچه رو به خاطر یه نامه برای ورودش باید نامه بگیری؟ ها؟ تو سربازخونه همین جوریه. صبح آدمو بلند میکنن، اگه دیر رسیدی با 100 نفر جواب پس بید، تازه تنبیه هم میشی. تازه تو مدارس قدیم تنبیه هم میشدن تازه. آخه چه درسیه، چه مدرسه که به خاطرش بچه باید هم بره نامه بگیر و التماس بکنه؟ خب حالا این کنار، حالا اون فردی هم که زود میرسه، خیلی خب باید حالا اینا دوتا شدن همگام. خب آقا جون امیر وارد مدرسه میشه، میره میگرده فلان میکنه. خب ازش همینجور سوال میپرسن. خب این وقتی که سر کلاس نشسته، مثلا این محیطی کلاس، معلم داره چیکار میکنه؟ درس میده. خب داره درس میده. این هم معلم داره درس میده. معلم خب بهشون میگه من درس میدم، از تو سوال میپرسم. خب بعد دوستان عزیز، خب این بچه ها با این استراب، تازه حال استراب کشیده، استراب درس پرسیدن هم باید ازش گرفته بشه. دوستان الان من کاملا واضح بهتون میگم، درس هایی که من به عنوان یک دانش آموز، درس هایی که الان برای من مثلا آقا جون درس هایی که کلاس سال 7 خوندم رو، خب به عنوان دانش آموز دارم میگم، درسایی که سال 7 کلاس 7 بودم خوندم رو، درس‌های 2 سال پیش رو خوندم رو الان تازه برام جا افتاده و تازه میفهمم که معلم چی میگفت. میخوام بهتون چی بفرمونم؟ درس‌ها مباحثش از اون ذهن بچه سنگین‌تره. یه فرد مثلا اگر این درس رو مثلا درس یک فرد 15 ساله رو، خب یه فرد اگه مثلا یه درسی که این فرد مثلا 3 ساله نمیفهمه، یا مثلا آقا جون 3 ساله، خب یا 13 ساله، خب 13 ساله نمیفهمه، یه فرد 15 ساله میفهمه. یک فرد 15 ساله این فرد رو
این درس رو میفهمه، تازه براش جا میفته که معلم چی گفته. خواهم چی بگم؟ حجم درس‌ها سنگین‌تر از ذهنه. حالا این به کنار. خب تازه بچه باید از درسی که 2 سال از خودش بزرگتره هم باید جواب سلبات جواب چی میگن بهش، باید سوال جواب بکنه همین درسو. خب قطعا یاد نمیگیره، بلد نمیشه. خب من اگه مثلا بخوام این میزان همجور x و y و اینا رو برات بنویسم روی کاغذ، بعد واسه مش توضیح پیچیده بدم، تو نفهمی، بعد من بیام از تو سوال کنم تو نتونی جواب بدی، خب قطعا خرد میشی. حالا اینها ببین نگاه کن، من بیام فرمول انیشتنگو بیام برات بنویسم رو کاغذ، رو تابلو، خب اصلا میفهمی؟ تو نفهمی بعد بیام همین فرمول از تو سوال کنم، اصلا میفهمی؟ نه. خب وقتی که اینا نفهمن چطور میشن؟ استرس میگیرن. خب که مبادا کنار همکلاسیام آبرون بره. خب جوری هم تو کله بچه ها میکنن، خب جوری هم تو سر بچه ها میکنن که میگن کسی که درس نفهمه قطعا بعدها آینده بدی خواهد داشت. خب قطعا آینده بدی خواهد داشت. خب خیلی چقدر گذشته؟ 21 دقیقه فکر کنم 21 دقیقه از تایم ویدیومون رفته. 21 دقیقه از تایم ویدیومون رفته. بله. و حالا من این را موکول میکنم قسمت 3 ویدیو، خب که خیلی تایم ویدیو نره بالا. خب تا اینجا داشته باشین، ادامهش رو قسمت 3 هنوز بحثمون تموم نشده بهتون میگم.